دانش آموزان عزیز، سلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدید میگم همه شما را به یک دیگر از ویدیوهای ریاضی صنف هفتم. موضوع بحث امروز ما یک موضوع بی نهایت مهم و دلچسب هست تحت عنوان طاقت. طاقت یکی از کاربردترین موضوعات هست در ریاضی که زمانی که ما موضوع طاقت را شروع میکنیم من بعد تمام موضوعات با طاقت و موضوع بعدی که جذر است ربط داره. یعنی یکی از موضوعات بسیار مهم است. حالا بیایم در این جلسه میخوایم با مفهوم طاقت آشنا شویم. صرف طاقت چی هست دوستای عزیز؟ در اینجا یک تعریفی از طاقت هست. مستقیم سر تعریفی طاقت میگن هرگاه یک عدد چندین مرتبه در خودش ضرب شده باشد، در این صورت حاصل ضرب به طور ساده به شکل طاقت ارائه گردیده و یا این تعریفش تعریف کوتاه و خوبی هست. از اینجا میگه و یا کوتاه ترین، دقت بکنید دوستای عزیز، میگه کوتاه ترین طریقه نشان دادن حاصل ضرب تکراری یک عدد را طاقت یا پاور مینامه. تکرار میکنم، کوتاه ترین طریقه نشان دادن حاصل ضرب تکراری یک عدد را ما به نام طاقت یاد میکنه. حالا بیم در اینجا مثلا اگر ما داشته باشیم، به عنوان مثال اگر ما داشته باشیم مثلا عدد 3 را در نظر میگیریم، مثلا 3 ضرب در عدد 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 3. در اینجا شما دقت بکنین عدد 3 6 بار یا 6 مرتبه با خودش ضرب شده، یعنی حاصل ضرب تکراری هست. این میره اگر ما نوشته بکنیم به شکل طاقت، این رقم می‌نویسیم 3 به توان 6. 3 به توان 6 یعنی عدد 3 6 بار با خودش ضرب شده. اشتباه نشه دوستای عزیز، 3 به توان 6 به معنای 3 ضرب 6 نیست. 3 به توان 6 یعنی 3 6 بار با خودش ضرب شده. اگر ما مثلا داریم 2 به توان 5، 2 به توان 5 به معنای 2 ضرب 5 نیست، به معنای 2 ضرب 5 نیست، یعنی جوابش برابر با 10 نمیشه. 2 به توان 5 برابر با چه هست؟ برابر با 2 ضرب در عدد 2 ضرب در عدد 2 ضرب در عدد 2 ضرب در عدد 2، یعنی 5 مرتبه یا 5 بار عدد 2 با خودش ضرب شود. این ما طاقت میگیم. ما در جای از اینکه 5 بار 2 را به حالت ضرب نوشته کنیم، به صورت کوتاه نوشته میکنیم 2 به توان 5 و همین کوتاه ترین طریقه نشان دادن حاصل ضرب تکراری را طاقت میگه. خب جوابش چند میشه؟ 2 به توان 5 2 ضرب در 2 میشه 4، 4 ضرب در 2 میشه 8، 8 ضرب در 2 میشه 16، 16 ضرب در 2 میشه 32. پس 2 به توان 5 جوابش 32 است. جواب درست 2 به توان 5 32 میشه. ما به صورت عموم داریم که طاقت را به صورت A به توان N نشان میدیم. A به توان N یعنی در اینجا هر عددی که به صورت طاقت نشان داده شود به این صورت هست. این شکل را به خود میگیره، شکل عمومیش به این صورت است. در این A به توان N ما به این A میگیم قاعده. A به نام قاعده طاقت یاد میشه دوستای عزیز. قاعده طاقت یا بیس برش میگیم. به N توان یا نما گفته میشه. توان یا نما، اصطلاح توان استفاده میشه یا نما استفاده میشه. چطور خوانده میشه؟ A به توان N یا A به نمای N. مثلا ما میتونیم اینجا رو بگوییم 3 به توان 6 یا 3 به نمای 6، 2 به توان 5 یا 2 به نمای 5. حالا این A به توان N به چی معناست؟ A به توان N به این معناست که ما A ضرب در A ضرب در A امی رقمی داریم. چند بار A با خودش به صورت تکراری ضرب شده؟ N بار، یعنی به تعداد اما عددی که در توان هست. مثلا A به توان 10 اگه است 10 بار، A به توان 20 اگه است 20 بار، اگه A به توان 1 هست 1 بار با خودش ضرب میشه. پس تعریف طاقت همونطوری که در اینجا ذکر شده کوتاه ترین طریقه نشان دادن حاصل ضرب تکراری یک عدد را ما به نام طاقت یاد میکنه. مثلا اگر ما داشته باشیم مثال های بیشتر را کار بکنیم، مثلا اگر داشته باشیم 2 بر 3
2 بر 3 ضرب در 2 بر 3 ضرب در 2 بر 3. ما این را به صورت طاقت اگر نشان بدیم میگیم 2 بر 3 به توان 3 کل به توان 3 یعنی 2 بر 3 3 بار با خودش ضرب شد. اگر ما مثلا داشته باشیم 3 ضرب در 3 ضرب در 4 ضرب در 4 ضرب در 2 ضرب در 3 اگر ما داشته باشیم، در این صورت ما میتونیم اینی در اینجا تکراری نیست، تمام شد یک جای به صورت طاقت نشان داده نمیتونیم. میتونیم اینی 3 تا 3 ای که در اینجا هست را به صورت طاقت بنویسیم، بگوییم که 3 به توان 3. بعد در اینجا اینی ضرب در اینی 2 تا 4 که در اینجاست 2 تا هست، در اینجا ما نوشته میتونیم 4 به توان 2 و اینی 2 که در اینجا یک بار آمده را هم خودش می‌نویسیم ضرب در عددی 2. به این صورت ما میتونیم بنویسیم. یادتون باشه که اینی 2 بر 3 کل به توان 3 را شما نوشته نمیتونین 2 بر 3 رقمی به توان 3. یعنی اینجا باید قوس باشه، معنایش فرق میکنه. زمانی که ما میگیم 2 بر 3 کل به توان 3 یعنی 2 بر 3 3 بار ضرب شده، یعنی 2 بر 3 ضرب در 2 بر 3 ضرب در 2 بر 3 هست. اگر ما اینطور بنویسیم که 2 بر 3 2 بر 3 به توان 3 در اینجا یعنی تنها 2 به توان 3 است. اینطور نوشته میشه که 2 ضرب در 2 ضرب در 2 3 بار ضرب شده، 3 خودش در اینجا هست. جواب اینها قطعا فرق میکنه. جواب بالایی میشه 8 بر 27، جواب پایینی میشه 8 بر 3. اینا با هم دیگه برابر نیست. حالا بریم چند تا سوال از تمرین روند اینجا حل بکنیم به کمک شما. تمرین سوال اول میگه حاصل ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 مساوی هست به. خب در اونجا اگر شما دقت بکنین عدد 2 چند بار در اینجا با خودش ضرب شده؟ عدد 2 در اینجا 5 بار با خودش ضرب شده. پس جواب درست گزینه A که میگه 2 به توان 5 است. سوال دوم را اگر ما بخوایم حل بکنیم، سوال دوم میگه حاصل ضرب 10 ضرب 10 ضرب 10 برابر است با. ما عدد 10 به صورت تکراری 3 بار ضرب شده، پس میشه گزینه درست 10 به توان 3 و گزینه درست گزینه A هست. سوال سوم عدد 3 به توان 3 مساوی هست به. 3 به توان 3 یعنی 3 بار با خودش ضرب شده. مساوی به کدام عدد میشه؟ 3 به توان 3 هیچ وقت 3 ضرب 3 که مساوی به 9 میشه نیست. 3 به توان 3 مساوی هست با 3 به توان 3 یعنی عدد 3 ضرب در 3 ضرب در 3 یعنی عدد 3 بار با خودش ضرب شده. خب 3 را با 3 ضرب کنیم میشه 9 را با 3 ضرب کنیم میشه 27. پس گزینه درست گزینه B هست. خب چهارم، یک شاگرد عدد را به اجزای ضربی اولیه تجزیه نموده که جواب آن 2 ضرب 2 ضرب 5 ضرب 2 ضرب 5 هست. این جواب را به صورت طاقت چطور بنویسیم؟ خب در اینجا ما 3 تا عدد 2 داریم، پس میشه 2 به توان 3. 2 تا 5 داریم، در اینجا 2 تا 5 داریم که میشه 5 به توان 2. پس جوابش میشه 2 به توان 3 5 به توان 2 و گزینه درست قطعا گزینه B خواهد بود. سوال پنجم، ما اعداد 36 و 24 را به اجزای ضربی اولیه آن تجزیه نموده و به شکل طاقت بنویسیم. من سوال ششم و هفتم را حل میکنم. در اینجا میگه اجزای ضربی اولیه 416 را و 208 را به شکل طاقت بنویسیم، یعنی ابتدا تجزیه بکنیم بعد به شکل طاقت بنویسیم. در اینجا من البته یکی از این سوالات را حل میکنم. مثلا سوال ششم را حل میکنم. 416 را ابتدا تجزیه میکنیم. خب تجزیه را ما بلدیم دیگه، به این صورت خط رسم میکنیم. بالای 2 میشه اعداد اولیه گفته 2 2 4 1 بالای 2 نمیرسه 6 را میگیریم 2 خانه که گرفتیم 0 پایین میکنیم 8 2 16. مرحله بعدی دوباره بالای 2 1 2 2 0 پایین 4 2 8. باز بالای 2 قابلیت تجزیه را داره 5 2 10 2 2 4. باز بالای 2 میشه در اینجا 2 2 4 یکی میمونه 12 6 2 12.
بازم ما میتونیم بالای 2 تجزیه بکنیم. به اینجا اینا را بالای 2 تجزیه میکنیم، میشه 1 2 2 3 2 6. بعد دوباره بالای 13 خودش عدد اولیه است، پس بالای خودش میشه دیگه، بالای عددی نمیشه. 1 13 13. پس ما 416 را تجزیه کردیم در اینجا. 416 برابر شد با در اینجا. شما میبینین 1 2 3 4 5 تا 2 داریم، پس ما میگیم 2 5 2 به توان 5 ضرب در 13 یک بار. 2 به توان 5 ضرب در 13 میشه حاصل تجزیه عدد 416 به شکل طاقت. اینجا مثل که گزینه B گزینه درسته هست.